استیون بیتاشور اسمش رو امسال در پیراهن سنخوزه در MLS سر زبون انداخته. اون از دبیرستان کارش رو جدی گرفته و الان هم به بازیکنی تبدیل شده که می‌بینیم. امروز درباره استیون بیتاشور صحبت می‌کنیم. بازیکنی که اخیراً به تیم ملی دعوت شده مهرداد بیتاشور هست، بازیکنی که در امریکا حضور داشته و بالا در خدمتشون. خیلی خوشحالیم که در خدمت. آروم صحبت کنم یکم من چون تند حرف میزنم سعی میکنیم فارسی صحبت کنیم. آریان قاسمی عزیزم هست، حالا هر وقت که گیر کردی انگلیسی صحبت کن. خوشحالیم که در خدمت هستی. مرسی. Thank you for having me. Thank you. چی شد فارسی با فارسی سعی کن. باش مرسی. خیلی خوشحال هستم اینجا هستم. ما همینجور. مرسی. میگی از کجا شروع کردی؟ از کجا؟ به دنیا تو سن کالیفرنیا تو آمریکا اومدم. بعدن بازی کردم های سکول. از چند سالگی؟ چند ساله بودی؟ چند سال؟ 4 سال بودم. بعدن رفتم مدرسه بازی کردم. بعدن تو سان دیگو استیت دانشگاه رفتم 4 سال اونجا بازی کردم. چی درس خوندی؟ کمیونیکیشن، ارتباطات. بله. بعدن برای 4 سال اونجا بودم. بعدن سن جوزه اورتکویکس منو درافت کردن تو راوند دوم. بعدن حالا 4 سال اونجا درافت میکنن، یعنی بازیکن آزمایش میدن، تست میدن. بله. خوب باشن میرن تو لیگ. بله. از همه دانشگاه تو آمریکا نمیدونم چند تا هستن، خیلی هستن، ولی حالا 60 players 60 از همه میرن تو درافت و من رو سکند راوند گرفتم دوم. الان چند سالته؟ من 26. بعد چند سال توی MLS بازی میکنی؟ 4 سال. 4 سال توی MLS. بعد امسال این عکسی که الان با هم میبینیم عکس این MLS آل استارز دیگه، تیم منتخب. خودت معرفی میکنه تیری آنری و دیوید بکامو که همه لندن دانوانو میشناسن. بله. خب دیگه بقیه کیا هستن؟ دیگه کریس واندلاسکی، دی روزاریو، کالین، جاستین مورو و همه خوبن ها. همه دیوید بکام و آنری میدونن. آره. گلرتون که گلر بر کانزاس سیتیه، اسمش نیلسون هست. خوبه. کجایه؟ کانزاس سیتی. نه کجا؟ مال کدوم کشوره؟ بر کدوم تیم؟ آمریکاییه؟ فکر کنم سویدن، نمیدونم، دنمارک سویدن. مال اسکاندیناویه پس. بله. خب این مال کی این عکس؟ این از جولای پارسال. بله. این بوده 1 سال خورده قبل. خیلی بیارسید تصاویرم داره الان دوران نوجوانی، تا با هم روش صحبت میکنیم. حالا تو آمریکا آروم حرف میزنم، فوتبال خیلی محبوب نیست دیگه، یعنی همه بیشتر راگبی و بسکتبال و فوتبال چجوری؟ فوتبال آمریکی. آره فوتبال آمریکایی. بسکت، بیسبال. این مال چند سالگیته؟ این تو های اسکول بودم. دبیرستان بودی؟ بله. و این زمین فوتبال واقعا چه اینجوریه؟ اینقدر خط خیلی خط داره. هر دو تا بازی می‌کنیم. فوتبال آمریکی و مال ما. این مال شما. آره. اینم بس مال دبیرستانته. بله. این خونه دوستمه. خب نیما، اسمش نیما. این چیز کرد، فیلم کرد و ادیت کرد، خیلی خوب کرد. بعد پست اصلیت شما دفاع راسته یا هافبک راست؟ الان راست. در دفاع یا هافبک، میدفیلد یا فول بکی؟ فول بک هستم. دوست داری دفاع بازی کنی؟ بله. حالا های اسکول و تو دانشگاه چیز بازی کردم، میدفیلد. بعد از چند سالگی شما از ایران رفتی؟ یا اصلا ایران بودی یا نه؟ یا چند بار اومدم، ولی چیز فکر کنم 5 سال بودم اومدم. خیلی. اونجا به دنیا اومدی؟ بله. آخرین بار کی اومدی ایران؟ 5 سال بودم. 5 سال دیگه. 5 سالگی یعنی الان 21 سال نیومدی؟ بله. 21 سال نیومدی. پس باید خوشحال باشی که اومدی. خیلی خوشحالم. همه اونجا میگن شما خیلی از اون خیلی هم ایرانی هستی، نه هم نوروز و خیلی به عید نوروز و این چیزا برات مهمه، درسته؟ بله. خب توضیح میدی؟ میریم چیز هر روز میریم وسانا پارک بر نوروز. پس کاملا ایران سنت ایرانی اونجا حفظ میکنه. بله، خیلی بزرگه اونجا. فکر میکنم تو لس آنجلس مثل 3 یا 4 میلیون. آره. اینجا کلا این خونه آقا نیماست؟ بله.
تکنیکت هم خوبه. بد نیست. نمیخواد جلوتر بازی کنی هافبک؟ همش جلوتر بازی کردم ولی حالا تو پروفشنال دفاع بازی میکنم. گل چند تا زدی تو MLS؟ 2 تا. 2 تا. ولی چند تا؟ پاس گل چقدر؟ پاس گل فکر کنم چند تا گرفتم. خیلی نمیدونم از همه دفاع بیشتر هست. بعد 4 سال ها. از خودت دوست داری همش نفوذ کنی تو حمله باشی؟ بله. الان تمرینات تیم ملی رو چطور دیدی؟ خوب بود، دوست داشتم. حالا 2 روز اینجا بودم ولی 2 روز خوب بود. خیلی خوب. واقعا قرعه کشی هم حالا با اینکه اینطور شد خوب فارسی صحبت می‌کنی، قرعه کشی هم با آقای مهرداد بیتاشور دیگه همه دیگه استیون رو بذاریم کنار بگیم مهرداد دیگه. مهرداد بیتاشور. ما در مورد بازی فردا ایران تایلند پرسید. تایلند رو میشناسی؟ یه ذره. یکی کن چیز امپای پتاکوانگ بازی کرد با من تو سنز ارتکویکس. الان نیست. یه مسیج دارم بهش گفت نه نیست تو چیز کرد پشتش یه چیزی شد. مصدوم شده. بله. خب ولی با بازیکن تیم ملی کدوما رو میشناختی از قبل؟ حالا رضا اشکان میدونستم، حسین یه چند تا حسین اسم اول میدونم. کجا پستش چیه؟ حسین ماهینی؟ بله. از پیش علی دایی میدونم کریمی خدا دادم که اون سرخوزه اومده بود دیگه. دوستش داشتی؟ خیلی چیز گرفتیم، سیزن تیکت گرفتیم 2001 عزیز اومد. بلیتش رفته در واقع گرفتی؟ بله. دانیل داوری بازیکنی که دوباره اخیراً به تیم ملی دعوت شده، تو دومین بار است به تیم ملی دعوت شده. این دیگه اصلا دیگه فارسی نمیشه خیلی باش صحبت کرد. خیلی خوش آمدید آقای داوری. You're very welcome, Mr. Davari. Thank you very much. Thank you. فارسی تعطیل؟ No. اصلا فارسی در حد سلام. سلام. خوبی. خب. And yeah, خداحافظ and like this. دیگه عکس. کم فارسی همین موقع بهت یاد میداد دیگه. آقای اسم پدرت مهرزاد ها؟ مهرزاد خان همین موقع مدت به شما. It was his fault. تقصیر میگه تقصیر پس پدرتون بوده. Oh my god. ایران اومده بودی شما؟ Oh yeah, this was Iran. ایران بود ها؟ ایران اومدی چی بلد نیستی؟ Yeah, I was 10 years old. I remember this picture. بله من 10 سالم بود. این عکس رو به خوبی یادمه. این اقوام من هستن، دایی من و همینطور اقوام ما هستن تو این عکس. اینجا ایران هستش و این عکس به خوبی یادمه. اون موقع کلاً این چه تیمیه؟ This is my team in my hometown. I was این تیم در شهر من، تیمی که من 16 سالم بود اون بازی می‌کردم. What is the team? What is it called? This team is named TSG Gießen-Wizek. اسم این تیم هستش TSG Gießen-Wizek. Oh, this was handball. این هندبال بازی می‌کردی ها؟ چی شد از هندبال اومدی فوتبال؟ In handball I was in the goal, but تو هندبال من فقط در دروازه بودم. Make me much more fun. ولی فوتبال همیشه برام جذابیت بیشتری داشت. پس نتیجتا تصمیم گرفتم که بیام فوتبال بازی کنم. و این تیم چیه؟ This is also my hometown team. اینم همون تیم شهر خودمون هستش. بعد اون موقع این سن و سال بودی مثلا هفته چند بار تمرین می‌کردی؟ I think 4 times a week. تا اونجا که آدم 4 جلسه در هفته. 4 جلسه. این مال که اوکی بعد فقط تیم دوم ماینز بودی دیگه شما. Yes, but that is the juniors. تیم جوانان. بله تیم جوانان هستش. و هم‌بازی معروف تو موقع کیا بودن؟ کدومشون الان دارن تو بوندسلیگا بازی میکنن؟ With my home team or Mainz? نه کلا تیم تو ماینز قبلا باشون بازی کردی.
famous player. I don't know. The coach was Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Yeah. مربی اون موقع یورگن کلوپ با مزه بود. Was he fun? Was it fun to work with Jürgen Klopp? Yeah, of course. He's a great coach and I've learned. بله او مربی بسیار خوبی هستش و من چیزای زیادی از اون یاد گرفتم. آره ما چند تا حالا بازیکن خارجی داشتیم، حتما میشناسید دانیال هم اونا رو. فریدون زندی 29 بازی ملی اومد انجام داد، 5 تا گل به ثمر رسوند. سال 2005 به تیم ملی دعوت شد. سریع بریم اینا رو که امیر شاپورزاده یه بازی ملی اومد انجام داد و الان توی دست 4 دست 5 آلمان داره بازی میکنه. فکر کنم 2008 به تیم ملی دعوت شد. امید نظری 5 تا بازی، یه گل که مصدوم هم هست. سال آخرین بار اولین بار سال 2012 دعوت شد به تیم ملی. بعد اشکان دژاگر که همیشه مثلا 7 تا بازی ملی 2 گل، 2012 دعوت شد تیم ملی. اکثر اینا در زمان آقای کیروش دعوت شد. رضا قوچان نژاد 7 بازی ملی 5 گل، آمارش خیلی خوبه. 2012 اومد تیم ملی. دانیال داوری هنوز بازی ملی انجام نداده، 2013 دعوت شد به تیم ملی. آتش کرده که بازی ملی نه که دعوت شده، اما اونم حالا شاید از لولش از بقیه بازیکن‌ها پایین‌تر باشه. و استیون بیتاشور، مهرداد بیتاشور هم که دعوت شده به